بریم سراغ مرحله بعدی. من دوباره برمیگردم سراغ چت جی پی تی. حالا این پرامپت رو بعدا براتون توضیح میدم که چرا این پرامپت رو نوشتم. میریم سراغ این. اصلا قراره چیکار بکنیم؟ قرار کاری که انجام بدیم، میایم برای اپلیکیشنی که قرار بنویسیم، هنوز زبان برنامه‌نویسی رو انتخاب نکردیم که چی رو میخوایم بنویسیم. اوکی، میخوایم بهش بگیم این، حالا من اینو ساختم، تو ذهنم ساختم، پرداختم، یه لوگو هم داره. میخوام اینو برای یک نفر توضیح بدم که برای من اونو بسازه یا من خودم قرار بسازم. چیکار بکنم؟ میام بهش صفحه ها رو میدم، میگم اوکی تو اینجوری تجسم کن که کل این موضوع اینه که یه جای هست برای ورود کاربره، یه جا هست ارسال سوالات، یه جا هست نمایش پاسخ. ساده ترین چیزی که ممکن اتفاق بیفته تو ذهن من اینه که یه نفر موبایلشو باز کنه، دکمه رو بزنه، یه آیکون بیاد بالا، دکمه رو بزنه، شروع کنه تایپ کردن. تایپ میکنه، میگه آقا من این سوالو دارم، سوالشو میپرسه، دکمه ارسال رو میزنه، پاسخشو میگیره. ساده ترین حالت دیگه. خب من اینو میخوام ببینم چند تا فیلد براش وجود داره، چند تا دکمه میخوام، چه جوریه این صفحه رو، چرا میخوام، فردا میخوام به UI UX کار بدم بتونه، نه اصلا خودم میخوام ببرم توی اپ دیگه، توی اپ دیگه بهم صفحه بده دیگه، تو اپ دیگه قرار بهم صفحه بده. پس بنابراین بهش میگم آقا اینو به من نشون بده، فقط همین سه تا بخشو گفتم بنویس. یعنی ورودو ببین، صفحه ورودو داره بهم توضیح میده. میگه تو صفحه ورود فیلدها چیه؟ شماره موبایل، ایمیل، رمز عبور. اوکی، کاری که قراره تو این فیلد انجام بده، طرف قراره با شماره موبایلش بتونه بیاد، با ایمیل هم بیاد، خب رمز عبورم که تو جفتش مشترک. دکمه ها: ورود، ثبت نام، ورود با گوگل. دکمه ها: ورود، ثبت نام، ورود با گوگل، اپل و فراموشی رمز. این تمام اپایی که وجود داره. اطلاعات نمایشی. اوکی، میگه حالا هدرم چیه؟ هدرم مثلا لوگو، نمایش وکیل هوشمند یا هم والا وکیل کوچولو، توضیح کوتاه درباره خدمات، لینک قوانین و حریم خصوصی. اون تیکه هست که میزنیم پایین، معمولا میشکی نمیخونه و همون کار دست هممون داده. اون تیک کوچیکه رو مثلا میگه اونم باید در نظر بگیر تو صفحه باشه. دو، صفحه ارسال سوال حقوقی، میری توش لاگین کردی رفت تو صفحه بعدی. فیلدها چیه؟ عنوان سوال، توضیح کامل سوال، توضیح کاربر، انتخاب دسته‌بندی، حقوق خانواده، قرارداد کیفری، کار فلان، اینا انتخاب میکنه. فیلدت انتخاب میکنی. من به این فکر کرده بودم، نه به این فکر نکردم، الان هوش مصنوعی به من کمک کرد. اوکی، هوش مصنوعی اومد یه ذهنیتی به من داد، گفت میخوای اون ایف و دنات کمتر بشه؟ تو ذهنش الان احتمالاً یه همچین چیزی دیگه میگه آه که میخوای کمترش بکنم، بیا چی کار بکن، بیا مثلا بخشا رو فیلد بهش بده. مثلا طرف میگه حقوق خانواده یا قرارداد یا کیفری فلان، چه اتفاقی میفته؟ شما هوش مصنوعی برعکس اون چیزی که تصور میکنید که باید بهش آموزش بدین، تو بعضی از مواقع باید دهنشو ببندیم، یعنی بگیم آقا راجع به این صحبت نکن، مثلا این سوالو نپرسیدم، راجع به این با من حرف نزن. اوکی، اینجا میاد میبنددش، میگه اگه من گفتم حقوق خانواده، حواست باشه فقط راجع به حقوق خانواده صحبت کن، راجع به قرارداد و کیفری و فلان اینا نرو تو بازی‌ها، نه یا اینو بکشی وسطه. یه سری خوبی‌ها داره، یه سری بدی‌ها هم داره این فیلد اضافه اگر بشه. خوبیشو بهتون گفتم که خب کمتر صحبت میکنه، باگ کمتری میگیره. یه بدی داره، خیلی اصلا نمیدونن راجع به چی دارن صحبت میکنن. مثلا میخواد از یه چیزی شکایت بکنه، یه موضوعی رو میخواد حل بکنه، خب نمیدونه باید چیکار بکنه، اصلا تو کدوم فیلده. مثلا من الان برم تو کیفری، برم تو کار، برم تو بیمه، نمیدونه. پس من این کار رو ممکنه برای کاربر سخت بکنه، ولی حالا ما میگیم باشه به خاطر این جریان ها که بعدش اضافه بکنم. دکمه ارسال سوال، پاک کردن فرم، بازگشت به صفحه قبل. میگه من وقتی دکمه رو زدم، حواست باشه تو اپت اینجوری بنویسی ارسال سوال میشه، پاک کنی اون فرم رو که فرم خالی بشه بخاطر سوال بعدی و برگرد به صفحه قبل. اطلاعات نمایش، راهنمای نحوه طرح سوال، مثال از سوالات رایج، میزان اعتبار باقیمانده، یه صد فرم. اوکی، میگه وقتی که من یه دکمه‌ای به اسم اطلاعات نمایش زدم، بفهمم مثلا من چقدر دیگه اکانت دارم، چقدر میتونم اوکی بشم، یا اف ای کیو هامو بشناسم، مثلا سوالای رایج توش ببینم، درخت تصمیم از اینجا رفت. صفحه سوم هم میگه صفحه نمایش پاسخ، فیلدها شامل نمایش سوال کاربر، نمایش پاسخ هوش مصنوعی. اوکی، فیلدی که داره تو نمایش پاسخ به من میده، فیلد نمایش سوال کاربر. دکمه‌م چیه؟ ذخیره پاسخ، کپی متن، اشتراک‌گذاری درخواست توضیح بیشتر، ساخت لایحه بر اساس پاسخ. اوکی، دوباره هوش مصنوعی یه کمکی کرد. من برای چی اصلا اینو گفتم که هوش مصنوعی بنویسه؟ شاید خیلی شما میگه خب آقا که من نمی‌نویسم دیگه، میدونم چی میخوام.
به من ایده اضافه میکنه، ناخواسته این کارو داره انجام میده. میگه دگمه رو که زدم ذخیره پاسخ داشته باشه. همون صحبتی که ما اونجا اول ماجرا کردیم. اول ماجرا چی پرسیدیم؟ گفتیم یکی از تفاوت‌ها چیه؟ تفاوت‌ها اینه که شما وقتی با هوش مصنوعی داری صحبت میکنی یادش میمونه راجع به چیه. خب اوکی، من اومدم، حالا خدا کنه که هیچ کسی این بلا سرش نیاد، ولی اومدیم و یه نفر مثلا در هفته 7 تا شکایت میخواست بکنه یا 4-5 تا شکایت شده، اینا 12 تا مورد داریم اوکی در هفته. ممکن دو تاش اصلا تکراری باشه. تکراری یعنی چی؟ یعنی که مثلا آقای مثلا جعفری نامی اومده از من شکایت کرده، 2 بار این کارو کرده، یه بار بابت مثلا درب مثلا پارکینگ ساختمون، یه بار مثلا به خاطر بجا گشتن ماشین. خب من الان رو چی برم بهش بگم که برای من بره؟ پس برای من یه دکمه ذخیره میذارم، ذخیره‌ام میبره توی هیستوری. چه اتفاقی میفته؟ هر وقت خواستم میزنم استناد به اون میکنم، استناد میکنم به این ماجرا، میگم اوکی برو بخون ببین من کجا این شکایت رو زدم، از اونجا به بعد برو کپی متن. بله راحت ترین راهه. شما حالا بازم تو این کلیپ یه ایده بهتون بدم که خودم هنوز اجراش نکردم. کاری که شما میتونید بکنین، شما تو دفتر قضایی زمانی که وارد میشین، خب دوستان واقعا سرشون شلوغ وقت این کار رو ندارن که بخوان خیلی کمک بکنن. شما میتونید این رو قبل از اینکه وارد دفتر قضایی بشین از این برنامه استفاده بکنید، کپی بکنید متنی که میخواین تو واتساپ داشته باشید. چون الان با واتساپ کار میکنم، با بله و ایتا شبکه‌های سوشال مدیا داخلی خیلی راحت میتونین این کار رو انجام بدین. کپی متن رو داشته باشین بفرستین، درجا متن بهتری رو بهشون اشتراک میذاره و میتونه نگاه کنین اشتراک گذاری هم انجام بده. چه اتفاقی در آیندهش میفته؟ شما خیلی از موارد رو دارین حل میکنین، وقت قاضی رو کمتر دارین میگیرین، وقت بازپرس رو کمتر میگیرین، به خاطر اینکه شما دارین به سبک صحبت اونا صحبت میکنین. یعنی انگار دارین با من با کد مثلا با کامپیوتر دارین با کد 01 صحبت میکنین. خب نزدیکترین دیگه، به اون مجموعه نزدیکترین. من الان بخوام کاری انجام بدم باید حتما یه زبان برنامه‌نویسی بذارم، اون مثلا مثل پایتون اون بک جریان بیاد فانکشنال پروسیجر رو ببره جلو که برسه به اون زبان کامپیوتر نزدیک‌تر شه. اوکی، یه قراردادی با هم میذارن و اون قرارداده بهشون کمک میکنه. اینجا ما یه قراردادی فکر کنین داریم میذاریم که شما اصلا نمیدونید حرف مشترک شما با قاضی با بازپرس چیه. میای یه چیزی ازش میخوای، بعد احساس میکنی که طرف متوجه نمیشه، اون به چند جای مختلف داره همزمان فکر میکنه که شما فکر نکردید و این میتونه بهتون کمک بکنه که زبان مشترک پیدا بکنید. پس این خیلی به من در آینده کمک میکنه که اشتراک گذاری بکنم. درخواست توضیح بیشتر. بعضی از موارد هست که شما اصلا متوجهش نشدین، بله میتونید یه دکمه اضافه کنید که توضیح بیشتر هم بهمون بده، بگه آقا یه خلاصه هم بهم بگو، حالا درسته داره از اکانتم کم میشه ولی حداقل بدونم چیکار دارم میکنم. ساخت لایحه بر اساس پاسخ، یه لایحه حرفه‌ای. من رفتم فکر کنی همسایه اذیت کرده، به من گفته برو لسانی بهش بگو، بعد گفتم خب مرحله بعدی میگه زنگ بزن 110 میاد یه قراردادی مینویسه، یک چیز رو پر میکنه، یک نامه‌ای رو پر میکنه. مرحله بعدی چیکار کنم؟ فردا صبح میری کلانتری مثلا محل، برگر رو میذاری، بعد به کلانتری محل میاد بازم چیز نمیکنه، کفاف قضیه رو نمیده، خیلی لجبازی داره میکنه، میره برای دفتر قضایی لایحه مینویسه، بله لایحه‌اش رو همینجا میتونه بنویسه و این که میره مرحله بعدی همینجوری میره جلو. الان دفتر قضایی ها فکر میکنم الان این روزی که داریم ما هم صحبت میکنیم کم کم اونام دارن آنلاین رو میذارن تا اونجا که من میدونم، یعنی لایحه رو میتونین آنلاین بذارین حتی بدون وکیلتون. ولی بازم میگم بهتر که با وکیل مشورتتون آخرسن انجام بدین. اطلاعات نمایش، تاریخ، زمان پاسخ، وضعیت و بقیه موارد. خب اوکی، اطلاعات نمایشی پایین صفحه هم داده. حالا این آیا میتونه بر من 100% خروجی بشه؟ تا یه حدی بله. من اینو میبرم جلوی حالا کارفرما بذارم؟ نه، میام یه کاری میکنم، میگم آقا یه پرامپت به تم وب بده. تم وب چیه؟ تم وب هم یک ای آیه، حالا خیلی کارایی داره، ولی من بهش گفتم که اوکی این تم وب بیا یه پرامپت خارجی بنویس، بخاطر اینکه با هم چک بکنیم که چقدر میتونه کار سریعتر بره جلو، یا اینکه اصلا خارجیش به دردم میخوره یا نه. اومدم بهش گفتم که یه پرامپت خارجی برای ساخت برند در تم وب بهم بده. اوکی، این اومده یه سری تقسیم بندی ها کرده و من خروجی رو آوردم تو تم وب. اتفاقی که اینجا افتاده همونطوری که میبینین به من صفحه داده فور اندیویژوال، هدر رو گذاشته،
یو آی گذاشته و تمام مواردی که ما اونور تعریفش کردیم. البته قبل از این ماجرا من گفتم پرامپت بده. شما بعد از این میتونید پرامپتتون رو اینجا تعریف کنید. مثلا نوشته تماس با ما رو شما میتونید اینجا بذارید، مثلا فوترتون اینجا بسته بشه، هدرتون اینو میتونید حتی سکشن های جدید توش اضافه بکنید. مثلا یه اباوت من اینجا اضافه میکنم، جنریت میکنه برام، پس یه صفحه یو آی یو ایکسی بهم میده و اینجا حتی میتونم توضیحات رو تو پرامپت هم بدم و میتونم بهش بگم که آقا اصلا اینهانسش بکن، یعنی اصلا میتونم بهش بگم که بیاد بهترش بکنه ماجرا رو، یعنی اباوت رو انتخاب بکنم و اینجا بهش بگم که اوکی این بخش رو برای من اباوت کردن، نمیشه اباوت سکشن فلان اینفورمیشن اباوت وکیل هوشمند، بیا مثلا تو اینو فارسی برای من بنویس. میتونم دکمه رو براش بزنم و برای من فارسی توضیح بده. پس دقیقاً یه فکر کنین کار یک شخص یو آی یو ایکس کاری که قرار برای شما کار بکنه 100% آسون ترین روش رو داریم بهش میدیم، فقط قرار یه گرافیک روش پیاده بکنه. اینم خیلی میتونه به مرحله بعدیتون کمک بکنه. نمیخواستم این رو بگم تو اینجا، ولی بهتره که اینم بدونید که میشه این کار رو فیزیکال هم حتی انجام داد. راجع به پیجاتون، راجع به اینفوتون و بقیه موارد خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید و تسک نویسی رو اصطلاحاً از اینجا شروع بکنید برای لایه بک اند و فرانت اند و یو آی یو ایکس کارتون.